آقای بیداباد، در فردای لغو تحریم‌های بانکی به انتظار می‌ره، همونطور که اشاره هم شد، حدود 90 میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده ایران وارد سیستم پولی و بانکی خواهد شد و مشخصاً وارد خزانه. آیا ورود این حجم از نقدینگی باعث رشد سریع اقتصادی خواهد شد؟ این حجم از نقدینگی چه نمودی در اقتصاد ایران خواهد داشت؟ این رقم خب از چند وجه قابل بررسی هست. یکی از در ابتدا اول باید گفت که سیاست‌های خنثی‌سازی یا مسئول‌سازی این حجم از منابع باید ببینیم توسط بانک مرکزی به اجرا در میاد یا نه، چون این معمولاً بانک‌های مرکزی وقتی که ارقام دارایی‌های خارجی وارد سیستم بانکی میشه سعی میکنن که اونها رو به نحو خاصی وارد اقتصاد بکنن، چون ورود یکباره اونها به اقتصاد موجبات اختلالات قیمتی خیلی شدیدی میشه، مخصوصا در نرخ‌های برابری ارزها. ولی به هر حال ورود این منابع میتونه آثار خیلی زیادی رو داشته باشه از لحاظ اینکه اگر فقط بانک مرکزی اینها رو تبدیل به ریال بخواد بکنه، حجم عظیمی از نقدینگی موجود کشور رو میتونه جمع بکنه. یعنی نقدینگی که در حال حاضر بیش از 800,000 میلیارد تومان شده، این رقم رو به هر حال میتونه کاهش بده. یعنی میتونه از این منابع هم اقدامات ضد تورمی یعنی اقدامات پولی انجام بده و هم میتونه در سازوکار تکمیل پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری های زیربنایی استفاده بکنه. ولی آثار قیمتیش میتونه خیلی سریعتر اتفاق بیفته تا آثار که در بخش حقیقی میگذاره. برای اینکه این آثار در بخش حقیقی نمایان بشه، عملاً باید زمینه‌های زیادی رو در بخش حقیقی ما شاهد باشیم تا این اتفاق بیفته، چون به طور کلی این منابع میتونه از سمت ورود کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی به قیمت‌های ارزان‌تر، همچنین همراه با کاهش هزینه‌های ناشی از دور زدن تحریم‌ها همراه بشه و همه اینها میتونه زمینه رو برای تولید بیشتر و عرضه بیشتر فراهم بیاره که همه اینها آثارش رو حداقل باید 1 سال بعد از ورود این منابع به گردش فعالیت‌های اقتصادی در بخش حقیقی ببینیم و این چیزی نیست که فردای ورود این منابع آثار بخش حقیقیش مشاهده بشه. عرض کردم آثار بخش قیمتیش میتونه در بخش ارز سریعتر دیده بشه، ولی در حتی بخش قیمت‌های داخلی حدود 4 تا 6 ماه طول میکشه تا این آثارش رو نشون بده.